در فرودگاه‌های سراسر کشور، میهمانداران ایر کانادا برای مطالبه تغییر حضور یافتند. آنها میگویند وقت آن رسیده مطالبات صنفیشان شنیده شود. یکی از میهمانداران میگوید باید قرارداد جمعیمان اصلاح شود و دستمزدها افزایش یابد. او تاکید می‌کند این خواسته‌ها ضروری است. اتحادیه میگوید قرارداد آنها در 10 سال گذشته بروز نشده است. دستمزدها با تورم همگام نبوده و اعضای خدمه هر ماه 10 ساعت بدون مزد کار می‌کنند. یکی دیگر از کارکنان میگوید می‌دانیم خواسته‌ها زیاد است، اما برای همترازی با استانداردهاست. می‌خواهیم این شغل دوباره یک حرفه باشد و بتوانیم از عهده وام مسکن برآییم. ایر کانادا اعلام کرده بر دستیابی به یک توافق مذاکره شده با QP متمرکز است. به گفته شرکت، این توافق باید سهم میهمانداران را به رسمیت بشناسد و آنها را به پردرآمدترین‌ها در کشور بدل کند. این مذاکرات در حالی ادامه دارد که تهدید اعتصاب در پیش است. بیش از 10,000 میهماندار ممکن است از همان روز شنبه کار را ترک کنند. آن هم در یکی از شلوغ‌ترین دوره‌های سفر سال. یک کارشناس میگوید اکنون زمانی است که میتوان بیشترین فشار را بر میز مذاکره وارد کرد. او می‌افزاید مجوز اعتصاب صادر شده اما هنوز به آن متوسل نشده‌اند. به باور او روندی در جریان است تا طرفین ترجیحاً در میز مذاکره به خواسته‌ها نزدیک شوند. این وضعیت مسافرانی مانند داگلاس تامسون را نگران کرده است. او میگوید خوشحالم که با خانواده‌ام سفر نمی‌کنم. تامسون کارگر میدان نفتی در عربستان سعودی است و امیدوار است هفته آینده خانواده‌اش را در ساسکاتون ببیند. او میگوید شاید اینجا زمینگیر شوم. سختی بزرگی نیست، اما هر روزی که اینجا بمانم از مرخصیم کم می شود. در حال حاضر برخی آژانس‌های مسافرتی توصیه می‌کنند مسافران فعلا نظاره باشند. به گفته آنها پروازهای ایر کانادا را پیشاپیش لغو نکنید، چون در این مرحله غرامت